السلام علیکم. اسپورتگزاری صلح و وحدتی ملی و علیکم السلام. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، من صاحبکار مردی 80 ساله از ناحیه رشت شما چی طوره که سفری کاریتون به ناحیه رشت بود؟ خیلی درباره من کارهای من خودت دیدید، آموختید. وقتی که ما رو به قصر ملت دعوت کردن، ما به قصر ملت اومدیم. خوشبختانه من در سن 80 سالگی هم به شما واخوردم. وقتی که مرا در سن 80 سالگی با مدال شایسته خدمت شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیدید، من خودم باز جوانتر حس کردم. من در پیش شما وعده دادم که با سن سالم نگاه نکرده در سن 42 کیلومتر راه را منفرج کردم. با در پیش شما وعده داده بودم که من 26 کیلومتر راه از نوآباد به قسم نظامی دره کمراب را منفرج کرده میدیم. حاضر 14 کیلومترش منفرج کرده. کمتر همین باران ها ما را جناب عالی، من از متخصص ساحه چاروا همون دره کمراب طرف شرقی آفتابراه دریاچه کمراب میگذرد، یگان چاروا گذشته. من با مبلغ خودم یک کپروک ساخته، دروازیش 15 متر، پهنویش 4 متر، باربرداریش 100 تن. آسان. من برای مردم چاروادار برای مسئله آذوقه‌واری صدها گکتر چراگاه تابستانه آماده کردم و 150 بنا از همون کپری که من گذاشته گیاهای شفابخش رو میچینند. خوچ شفاونیکش میگن. هر یک خواجگی از 1 تن تا 3 تن خوچ استحصال میکنند که تاجرانی خوجند باستانی رفته از درای خونه های هوایا 12 سومی کیلوی همون خوچه میخرند. من به هر یک خواجگی حساب کردم، همینه که گیاهای شفابخش میکنند در با سال تقسیم کردم، 3000 به هر یک خواجگی درآمد می شود. رحمت. آفرین. نه اینکه من در ناحیه رشت یاری رساندم، در ناحیه رودکی با کسلی های روحی زیاده از 1000 پر کلوش زمستانه برده یاردم کردم. با خانه اینترنتی پیرانسالان ناحیه ترسانده برده یاردم کردم. با از بس که من خودم یتیم کلان شدم، جناب من شما را برای آن دوست می‌دارم که شما به کدام ناحیه که سفر کنید اول از احوال یتیمان و بیچارگان وقتی من 7 ساله بودم، یک رئیس جماعت به من برادرم یک مایکه و تروسک داد. حاضرم فرمود من اگر 1 سوم بیام فقط برده به یتیما، به معیوبا، به خوریا چی میکنم. 6 تا خونه برای کم بساعت ساخته. 3 تا اجو انا برای میام خدای تعالی عمرت دراز کرده است. فرزندان من گرچنده
بیرون از مرز جمهوری زندگی هم کنند و خود دائم در آبادی و سازندگی وطن کوشش کردند. ما با همراهی فرزندان اقدام گرفتیم که مسئله هدف چهارم این است که صنعت کنونی خواجگی خلق. ما اقدام گرفتیم که اگر با ما در همین نوعی پختکار اگر زمین دهند نه کم از 15 هکتار یک فابریکه نساجی، رساندگی و بافندگی و دوزندگی می‌سازیم با همراهی فرزندانم. Hasan. Farzandota salom bugün. Hasan, man hizmetoy şuma ra tamam sefaroy ki başar noyoy mamlakat raftam darubore hizmetoy benazir şuma gab zadam. Ne her yak mard, ne her yak insan dar insan ihir korhoy hayır sevaba میکنند. Alamı yatimora mayubora vay kardi. Hop. دوی نیکی آنها مستجاب میشود. تشکر. رحمتی کلام برای فرزندای آنها خیلی بنانگ با آر و با ناموسی تربیت کردگی. تشکر جنابی عالی. رحمت. کامل. السلام محترم جنابی عالی. من سلطان و مقدس راهبر کارگاه دوزندگی سامان در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان می باشم. مینداری خیش را همچون صاحبکار جوان با شما اظهار می نمایم. همه دستگیری شما در همه ساحه فعالیت زنان درک کرده می شود. چند قدر کارگر داره؟ چه قدر جای کاری داره؟ 30 جای کاری دارم. 30 جا؟ دوزندگی 12 آدرس بافی. این هم باشد با دستگیری های شما گراند های پرزیدنتی، دستگیری کمیته زن و ولای نزد پرزیدنت تاسیس دادن. قید کردنی هم که در ناحیه ما 170,000 اهالی می باشد، از آن جمله 90,000 آنها زنان می باشد و تاسیس جای کاری این بسیار مهم می باشد. برای فعالیت زنان به ما اساساً بنا ضرور بود. ما حالا اجاره میشینیم. اگر یگان دستگیری میکردید بسیار میندار میشدن. رئیس ولایت؟ البته این کس به ما بسیار هم دستگیری میکنند. چند کس در جمع میکنید؟ بنا رئیس ولایت من بار میکنم نوشتگی مشاور هستین اینجا. عظیم ابراهیم نوشتگی جبار رامزاده. اصل برای نسوی کارو برای یک هفته در ساخته میتونید. اصلا رامون هم میکنید اون. نکنید من روام. میکنید زورات میرسد. نه نش. بعد ما من پیشم با. تشکر جناب. سلامت باشید. من نوران احمدوف صاحبکار از ولایت سوغد می باشم. ماه مارت سال جاری شما محترم پیشوای ملت در ناحیه اسپیتامین کارخانه استحصال روغن رستنی را و ماه آگوست سال روان در ناحیه جبار رسولوف فابریکه رساندگی ارگانیک را رسما افتتاح کردیم. ما در این کارگاه ها 225 نفر با جای کار دائمی تامین نمودیم که اکثریت آنها بانوان می باشند. جناب عالی در اساس دستور و هدایت های شما بهر در عمل تطبیق نمودن هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور ما تصمیم گرفتیم که بنیادی مرحله دوم فابریکه را شروع نموده و جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان استحصال کارکرد نخی پخته را با 5,000 تن برآورده باز 150 نفر را با جای کار دائمی تامین نماییم. رحمت. کارخانه کار در اومده که؟ کار کردیم جناب عالی. 3 بس کار کردیم. 3 بس کار کردیم. 3 بس؟ حسن. آفرین. کارخانه روغن برای هم کار کردید؟ کار کردیم جناب عالی. این کارخانه را براش نمیکنیم اما قسمتی وایش نه؟ طرفی که برای دیگرش به جا بود از شروع کردیم خریداری کردیم و یاش تجهیزاتش تیار کردیم شروع میکنیم ساختمانش جناب عالی. 5,000 تن ده؟ 5,000 تن. در ناز میشه. این قریب 300-400 تا جای کاری میشه. بله جناب عالی. رحمتی کلام. با چی ناردوری؟ فکر که
حساب کن بازار حساب کن و باشد که مالت در انبار نیستد اون چیزی که طلبات در داخل و صادرات است صادرات هم وای کن صادرات آینده ماتو داره آینده محصولات تیار داره اینا با ناظر اشاره کردم که اینا سر لباسای ما همش از خارج است چرا خودمون نکنیم ماتو را تیار کنیم میشود خوبه رحمتی کلام رئیس ولایت بوده زمین پرابلم نیست که برش نباشه یاردم از دستگیرش کنید تکنولوژی وارد کردن دیگر کردن یاردم کنید بعد مثلا جای کاری و مردم از شهر نزدیکی و در خود همون شهر خوجان پیوست یافت پیوست جناب عالی 15 کیلومتر از خوجان اون قدر ما چی مساوی 15 چی موفقیت رحمتی کلام حسن من ببینید بچه اینا ببینید سوی کورا ببینید چند رفتی 37 جناب 37 علاقه کارخانه دویمی صنعتی روی کردن سومش سر میکنن سومش نه نگاه کنید تو آنچه حساب کتاب کرده خودش نه مایده سرمایه مستقیم یگان کس وای کردگی نیه کارخانه مشترک کردن ولی رحمت نمیخواست موفقیت شما بود رحمت سلامت باشید السلام علیکم محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان من الهام ربیف دیرکتوری جمعیتی داروی مسئولیتش محدود خوبجم اینوست در ناحیه باباجان غفورов هستم ما یک گروه صاحبکاران محلی با جلب همکسبان قزاقستانی با مقصد استقبال سزاوار جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتیم در ناحیه باباجان غفورov کارخانه معاصر کارکرد گندم و استحصال آرد را بنیاد نماییم. اقتدار کارخانه ساخته شونده کارکرد 420 تن گندم در یک شبانه روز بوده بیشتر از 100 نفر متخصصان محلی با جای کاری تامین کرده می شوند. اینچنین در کارخانه مذکور کارگاه استحصال روغن رستنی با اقتدار استحصالی 30 تن در یک شبانه روز ساخته می شود. جمعاً مبلغ گذاری به این کارخانه ها بیش از 51 میلیون سومانی مصرف کرده می شود. اولا این اقدام را بهره تامین اجرای دستور و سپارش های شما که در پیام نوبتیتان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به صنعت کنانی با سرعت مملکت به میان گذاشته آغاز کردیم. بر عوض آن که به ما صاحبکاران امکانیت های وسیع مقرر کردید برای رشد صاحبکاری در پرداختی اندازها سبوکی ها دادید ما برای هرچی بیشتر مهیا کردن جای کار راه فراخ شدن به استحصال مال محصولات محلی چنین عمل را سزاوار دانستیم. بار دیگر به شما برای غمخواری های همه جانبه پدرانه در حق ما شهروندان تاجیکستان آباد و آزاد عرض سپاس و احترام خود را بیان می‌دارم. همیشه سربلند و نیکنام و پیروز باشید جناب عالی. سلامت باشید. نوعی باباجان غفورov در کارخانه آربراری نیست ها؟ یک تا هست که وای کدیما از فرودگاه میگذری وای حجمش کلانتر نمیری این کلان 400 تن یک شبانه روز ده 420 تن در یک شبانه روز 12,000 تن یک ماه با 120,000 140 150,000 تن ماست وای میشه نوعی باباجان غفورov اولیش 400,000 گذشت 400,000 زیاد طلبات هم هست وای بشه صادرات هم کن روغن چقدر اقتدارش شد 30 تن در یک شبانه روز 30 تن روغن رستنی روغن رستنی از چی از آفتاب پرست و پخته چیکیتی پخته شما در موفقیت رحمت برای کار من میرزا فاتح راهبر کارخانه نفت تاسیس استحصال تجهیزات برقی در شهر دوشنبه محترم جناب عالی جمعیت سهامی کشاده تاجیک هیدروالکترونتاژ با دستگیری شما پیشوای معظم ملت اقدام گرفته است که برای عملی گردانی هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور
توسط بنیاد کارخانه تجهیزات برقی سهم گذارد. اقدام بنیاد کارخانه استحصالی بر رشد ساحه انرژتیک مساعدت کننده با مقصد راه اندازی استحصال محصولات‌های رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده که فعلا برای تجدید و از نوسازی انشاءات انرژتیکی از خارج کشور دسترس می‌گردند، مساعدت فعال نموده امکانات تأسیس 200 جای کار دائمی را در نظر دارد. محترم جناب عالی، وابسته به دستور و سپارش‌های شما که در مراسم گذاشتن سنگ اساس سنه 17 سپتامبر سال روان عاید به راه ماندن کارگاه‌های نو استحصال تجهیزات برقی بیان گردیده بود، آموزش‌های تکنیکی گذرانده ایستاده برای در آینده زیاد نمودن نامگوی محصولات‌های نیاز نظام انرژتیکی کشور، انشاءات‌های هیدروتکنیکی و صنعتی استحصالی که این هم با تجهیزات‌های معاصر راه اندازی می‌گردد و به این وسیله تأسیس جای‌های نوی کاری را در نقشه داریم. برای همه کامیابی‌ها و دستاوردهای بی‌نظیر که با دستگیری به واسطه شما انجام یافته است، به شما محترم جناب عالی منتداری صمیمانه بیان می‌نماییم. شما کی به استفاده می‌کنید؟ در عرفه تجدید 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. چند نمودی محصولات میشه؟ اصلا محصولات‌های پس شدت و شدت 20 کیلوولت. ایزولاتور؟ بله، ایزولاتور در اپورو، بعد سیم چوب‌ها. خوش شده شما. همین واسکو در بسیار جایی واسکو 50-60 سال شد. از چوبی با بتاری گذاشتن در کار. باید میرود یک عمر میرود. همین استانداردی وایشه بیاوی شما متخصصا و کلید چی میگن کار کرده برای تو که شهردم چه میشود دهاتا چه میشود لینیای وایده چه میرود بسیار جاده چوب است زیر آفتاب و برف و باران و شمال دیگر اینا همش از نو تجدید باید شد. بعد صادرات این طرف افغانستان هم با اینا باید گیریم. ما برای چی گفته ایستادم؟ این همین محصولات صادراتی است. شیتای بلند شدت هم میبرارده؟ بله، تا 20 کیلوولت استحصال می‌نماید. ترانسفورماتور نی؟ اویدی این مسئله آزمایش کاربری نمیده استادم محترم جناب عالی. حالا پرابلم جدی تاجیکستان دا منطقه دا جدی پرابلم. ترانسفورماتورهای هر خیلی اقتدار هم تا کلان هاش هم باید اینا شرکت‌های خارجی قطعی کردن در کار یا که شرکت‌های آلمانی یا که شرکت‌های چینی هم حاضر تکنولوژی ما اروپا رو وای میکنن کارخانه مشترک وای کردن ممکن نداره ما دست یک مرا قربان تپه صفتش همون دوره باباگی وزیر کنه صادرات نمیشه در هم طلباتی برخی تاجیک قانع کردن سلامت باشین غیرت کنین اگر بعدم 2 سال ده نبریده آخه کوشش کنم جناب عالی. هر چیز زودتر وای کرده کار کردن دکو خوش شده است. سلامت باشین سلام علیکم محترم جناب عالی پیشوای ملت در اول سرسخوانم گفتنیم پادشاه سایه خدا باشد سایه با ذات آشنا باشد دعاگوی این دولت هم وندوار خدایا این سایه را پاینده دار. سلامت باشید. یک جان تشکر. شاینوا حسنی هستم راهبر کارخانه زرگری میرم بیبی شهر بختر. تا چند سال است که ما سمت زرگری را به پیش برده ایستادیم با دستگیری شما جناب عالی سمت هنر مردمی را ما زیادتر کردیم چکندوزی قراقدوزی تمام نمود هنرهای مردمی را به راه ماندیم که در شهر نوحیا محصول چکندوزی ما را به راه ماندیم و سپارش میتین مقصدی برآمد کردن من این بود که ما جای کاری نداریم که هنرمندا رو در هموجا دستگیری کنیم در نوحیه‌ها در همو محله‌هایی که کار میکنم 50 تا زنک چکندوز دارم زنهایی هستن که قراق میدوزن که به جای کار باید تامین کنم
و میخواهم که در یگان جای شهر باشد، بیرون از شهر باشد، یگان جای باشد که جای هنرمندی تشکیل کنم و مغازه هنرمندان در شهر باختر نیست. میخواهم که سمت کاریم رو در محصولات هنرهای خود را در همون مغازه ها پیشنهاد کنم که خارجی ها بسیار بر شهر ناحیه ها بسیار رفته ایستادند. چند نفر زرگری دا کار میکنن؟ زرگری راستی گپ در شنبه کار میکنم، زیاده از 20 شاگرد حاضر در همین زواد نو تشکیل شده کار کرده ایستادن. شاگردان من در شهر باختر باشد زیاده 15 نفر هنرمندای اصیل هستند که محصولات خوب میبرند. جان همین سوال روای کن که یاردمش کن، یاردمش کن، دستگیرش کن. همین تیار کردن من همین شاگردان رو که آورد تیار کرده بی پول. با عرض سلام و درود به پایان به سازگزار صلح وحدت ملی پیشروی ملت، من نوروز محمد و فرنگیس از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اجازت فرمایید درود سلام. از کدام ناحیه؟ از شهر خاروخ. شهر خاروخ، گوش کردیستان. اجازت فرمایید درود سلام صمیمی مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به شما برای دستگیری های شبانه روزیتان که تمام سمت‌های اقتصادی اجتماعی ولایت را در بر می‌گیرد رسانیم. رحمت. باعث افتخار و سرفرازی است که با دستگیری‌های پیوسته شما محترم جناب عالی ولایت روز تا روز رشد کرده ایستاده است. از طرف صاحبکاران ولایت در یک جایگی با شریک رشد ساختمانی یک قطار کارخانه‌های استحصالی در نظر است. از جمله کارخانه کارکرد معین کشمیر با اقتدار کارکرد 1 تن در 1 سال با 20 جای کاری در ناحیه رشقله. کارخانه دوزندگی در شهر خاروخ برای 60 جای کاری. کارخانه کارکرد سنگ مرمر در ناحیه ونج برای 50 جای کاری با مبلغ ساختمانش 50 میلیون سومانی که زیاده از 90 نامگوی محصولات را استحصال می نماید برای استفاده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در نظر است. محترم جناب عالی، می‌خواستم پیشنهادات صاحبکاران ولایت مختار کوهستان بدخشان را به شما رسانم. حل مسئله دادن اجازتنامه برای شرکت‌های محلی با ساحه سیاحی فعالیت کننده، صادر کردن روادید به اجازتنامه به ولایت از جمله پول سرز در وقت گرفتن روادید سفر تاجیکستان. حل مسئله به گذرگاه قلمه کرسو دادن استاتوس بین المللی با جمهوری خلقی خیتای برای انتقال بیمانی شهروندان، بار و نقلیات دولت‌های سیوم. تأسیس زیر منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در شهر خاروخ موضع تیم. فعال نمودن کان انگشت جماعت دهات صخره‌دشت ناحیه درواز موضع روناب. تشکر به دقتتون. این از طری رئیس ولایت برآمد کردی. خودت چیکار میکنی؟ ما سیخی و فعالیت مفسیم کاری داریم، یخماس. کارخانه یخماس. بله. بله. همین سیخ دوزندگی ما در چی بنیاد کرده ایستادیم در ناحیه رشقله برای 100 نفر. اما آینده شاید اونجا کار کنی نمیره. رو بارد مونیم. من؟ نصیب. یخماس درآمد بیشتر داره از روباری. حاضر ما و فعالیت کارخانه خور داریم. در آینده نیت داریم که حاضر فقط شهر خاروخ تحمیل میکنیم. حاضر در آینده میخواهیم که ناحیه های نزدیک و دور ولایت با یخماس وای کنیم. کارخانه شما را من وقتی که بودم روان کردم، من سنجیدم صفت محصولات شما را خوب است. نه از همه تعریف میکنن، نه است با صفت. صفت اهمیتی بازار میگیری. مسئله که گذاشتی همش این مسئله دولتی است، این وظیفه رهبری ولایت است و حکومت جمهوری تاجیکستان. دایر به روادید رفت آمد آزاد تنها از ما وابستگی ندارد. وقتی که ما میگیم که ما باید در روادیدتیم، او دولت هم فکرش گرفتن در کار. ما میتیم وای نمیتیم.
ما باید باشه ما گفتم که آینده ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون دروازه طلایی تاجیکستان خدمت میکنه. همین خیلی شده ایستاده است. راه ساخته رفته ایستاده، راه سطح بین المللی شود، بسیار پرابلم ها این چیز هم از بین میرود. دایر با صغیردشت کنه انگشت در جلسه نزدیک حکومت در نزدیکی بود. من سپارش دادم ما این کار حل میکنیم آینده کمتر راه شوی کردن در کار جای بسیار وزمید است و هم موسمی میشه. اونجا همه چی را گفتیم ما نیروهای برخی آبی سبزار جلبی سرمایه قد شروع کردیم ساختمان شوی میشد اشکاشیم در اونجا رو شانده ونج کار کرده ایستادیم خودی خارود کار کرده ایستادیم تئاتر ساخته ایستادیم خانه‌های بلند آشانه 12 آشانه ساخته ایستادیم مکتب ساخته ایستادیم نو مقامات حاکمیت اجرای محلی را ساخته ایستادیم بعد یه ولایت با سر میکنیم راه‌ها را اصلا پوش کرده ایستادیم چراغان کرده ایستادیم کارمون رفته ایستاده است نصیب باشد تنجی امانی باشد سیاست سلامت باشیم انا دختر جان بعد سال آینده میام با موندگی گپامون همونجا میگیریم هزار رحمت خود سلامت باشید. سلام علیکم محترم جناب ولی پیشوای ملت من خوزیبای فهمید صاحبکار از ناحیه عبدالرحمن جامی جناب ولی صاحبکار کلان گپ زدن خیلی ما صاحبکار خورد ما یک خواهش داشتیم شما رسانیم ای نامی صاحبکار ناحیه جناب ولی ما یک سیخ کفشگری داریم مثلا یک 10 کس 12 کس کارده گرفته میتونیم یک خواهش داشتیم جناب ولی که شما همین صاحبکارای وطنی را میفتید در ناحیه ما یگان زواد میکردن یگان کارخانه میکردن که به حد هم مسئله ما مسئله بیکاری و اشتیاقی جناب ولی چیکار کردی سیتی وازی؟ سیخ کفشگری داریم درای آهنی داریم درای که حوزای ماهی را نمیگیریم ماهی پروری را انکشافتی میکنیم جناب ولی ناحیه عبدالرحمن جامی در زمان شورای یکی از ناحیه‌های کلانترین بزرگ جمهوری دایر با 3 سال ماهی با شمار میرفت حاضر حوزه هم خیلی سادگی ماهی نیست ماهی بسیار وست این هم هست بعد سبزواتکاری پختکاری باغپروری ما بعضا انشاءات اجتماعی ممکن کرده خیلی صاحب کارا قطعی مسئله میکنیم حاضر صاحب کارای رسیت هم کار میکردگی نداره هستم بسیار نه رئیس قطعی یا زاده قطعی وکلین یا رفته اونجا ملاقات کنن یا دعوت کنین در ناحیه شاهکاران زاده ناحیه عبدالرحمن جامی را ما ورزشگاه را ما شما کردن ما کار قصر فرهنگ ما شما کردن ما کار بعضا انشاءات دیگر را در مکتب را ما کردن ما کار ها چند مکتب کردیم لیکن انشاءات نیست راهش یاردم کردن در کار لیکن بنیادی کارخانه کارکرد مسئولات این چیزها را از شما بمیرد سلامت باشید. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حاضرین گرامی من دولت اسفندیار دیرکتور جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی کلاب صنعت می باشم امروز من همچون یک صاحبکار جوان وطن دوست افتخار از آن دارم که در نزد شما محترم پیشوای معظم ملت سخنرانی نموده ایستادم شما محترم جناب عالی در هر یک سخنرانی خود با جوانان تاکید می‌کردید که نقص خوانده در خارج کشور علم از خود کرده آمده بر وطن خود صادقانه خدمت نماید من محترم جناب عالی همه سخنهای پدرانه شما را پیشه خود کرده رفته در شهر مردمی چین تحصیل کرده دانشگاه را با یک سر بلند ختم نموده امروز می‌خواهم که برای آبادانی وطن خود سهم خود را گذارم محترم جناب عالی ضمن سفر شما به شهر کولاب و سخنرانی شما که با یک مهر و محبت و یک صمیمیت نسبت مردم کولاب شهر با آسانی اظهار نمودید ما ساکنان و صاحبکاران شهر کولاب در پیش خود مقصد گذاشتیم که برای آباد و زیبا نمودن کولاب شهر عزیز خود سهم خود را گذاریم شما محترم جناب عالی در تالار باشکوه شهر کولاب با مردم اظهار نمودید که در یک مدت کوتاه کولاب شهر را یک با شهرهای زیبا و صنعتی می‌گردانید. من علاقه با یک صفت صاحبکار جوان مقصد گذاشتم که یک جا با شریکان رشد و سرمایه خارجی
то соли 2020 дар шаҳри Кӯлоб як шаҳраки саноатӣ бунёд намоям. соҳибкорони рушди мардумии чин аллакай мо корро оғоз кардем. Муҳтарам ҷаноби олӣ, сар кардӣ? бале дар шаҳр. Офарин. шаҳраки саноатӣ ки бунёди онро мо бо нақша гирифтаем, 3 давраро дар бар гирифта аз корхонаҳои истеҳсоли обҳои ташнашикан, зарфҳои пластикӣ ва корхонаи истеҳсоли равғанбарорӣ иборат мебошад, ки дар ҳолати пурра ба истифода додани он зиёда аз 250 ҷойи нави корӣ ба истифода дода мешавад. муҳтарам пешвои муаззами миллат, корхонаи мо 5 моҳ мешавад ки дар шаҳри Кӯлоб фаъолият карда истодааст. каме бошад ҳам саҳми худро барои ободии шаҳри азизамон гузошта истодааст. мо аз деҳаи Гулистон то даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб ки 7 километр роҳро ташкил медиҳад, аз истифода аз лампаҳои аз нури офтобқуввагиранда таъмин намудем. ман муҳтарам ҷаноби олӣ аз номи худ ва аз номи ҳамаи соҳибкорони ҷавони вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб ба шумо изҳори ташаккур намуда ваъда медиҳам ки то соли 2020 корхонаи мазкурро ба истифода дода сокинони шаҳрро бо ҷойи кори доимӣ таъмин менамоям. Асан. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам ҷаноби олӣ. Саломат бошед. Ман бовари комил дорам ки то соли 2000 то 30 солагира шаҳри Кӯлоб хеле симош тағйир биёбад. мо ҳамин сафари рафтагида фазаи сеюми бунёди роҳҳои дохили шаҳри Кӯлобро сар кардем. 26 километр. шаҳри Кӯлоб Шамсини Шоҳин 26. аз шаҳри Кӯлоб Муминобод инам шурӯъ кардем. то соли 2003 ин роҳҳо пурра вай мешавад. баъд аз ноҳияи Босе аз назди Хуталон то Темурмалик то ҷамоати Кангур инам қариб 6 километр. инам дар 2 сол вай мешавад. мемонад раи Бохтар, Данғара, Кӯлоб. инам дар нақша аст. ман фикр мекунам солҳои минбаъда корҳо баъзан қисматҳошро шурӯъ мегардад. бунёди корхонаҳои саноатида чандта нақшаҳои дигар ҳам аст. масъалаи проблемаи об рақами 1 аст. мо аллакай маблағҳо дарёфт кардем дар бораи оби аҳоли зиёд шудагӣ аст барои таъмини оби ошомидании шаҳри Кӯлоб. дигар проблемаҳош корхонаҳо бунёд шудаи соҳибкорҳо бисёр мардуми хуб аст. ман фикр мекунам ки 1-2-3 сол паси дигар проблемаҳо хеле ҳал фасл мешаванд. мардуман соҳиби кору ҷои зиндагӣ назм мешаванд. як ҷаҳон ташаккур. раҳмати калом. боғҳоро назм ёфтед. саломат бошед. роҳбари корхонаи насоҷӣ ҷуробарорӣ нав кай мекушои хона ифтитоҳ мекунед? ифтитоҳ тайёр шудагии марҳилаи аввалиш мо шуморо даъват мекунем ки дар ифтитоҳ ҳузур кунем. кайда мешавад? тайёр шудагӣ. чанд нафарда? 250 нафар. ақаллан як 500 нафарда ки баъд барем ака довод насиб боша мекунем камтар мушкилиҳош ҳаста. чай мушкило? кадр тайёр кардан дар кор омда камтар вақт мегзарад. чанд қадар вақт мегирад? ба фикр мегзарад. мо 6 моҳ дар назар доштем. 6 моҳ да тайёр кардан камтар мушкил аст. не корхона тайёр мардум намеравад ва камтар тайёр кардан дар кор намехоҳад. дари хона да кор дар марказ пойтахт корда қабул мекунем. 2 рӯз 3 рӯз мебиёям баъди 3 рӯз дига намебиёям. камтар мушкилиҳо ҳаста. чанд ҷои кор да карда истодаи мо мешава ҳамаги 600 нафарда мешава. 600 нафар мешава. ёвон будаги кор кардисас? кор кардиста ранг бор. чанд нафар кор кеса унҷа? тавҷа 120 чанд касан бо ранг боромон аста ришта мебаровар. лекин реклама телевизион қатӣ кардан да кор. хоме саломат бошед. қантазан. Ташаккур. Миннатдорем ҷаноби. падарта салом бугӯ падарта. ассалому алайкум асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ман Холмадова Мастура Ҳусейновна, директори корхонаи воҳиди давлатии дузандагӣ
و کارکرد میوه‌ای نزد اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان ناحیه شمس‌الدین شاهین. سال 2017 با دستگیری به واسطه شما پیشوای ملت در ناحیه یک کارگاه با شکوه به استفاده داده شده بود که ما توانستیم زیاده از 100 نفر زنان و بانوان خانه‌نشین را به کار دائمی جلب نماییم. من شخصا از نام خودم و از نام کلکتیو کارمندان کارگاه هم منتداری به پایان خود را به شما میرسانم. سلامت باش. این سال با دستگیری شما و کمیته کارگزارانی نزد عالی حکومت جمهوری تاجیکستان ما صاحب دو گرانت پرزیدنتی گردیدیم. نیت داریم که در روزهای نزدیک برای زنان و بانوان دهات خانه‌نشین 40 جای کاری علاوه‌ای تأسیس دهیم. این کارخانه دوزندگی هنرهای مردمی و برای دوخت سر و لباسهای زنانه و اینچنین مکتب بچگان و اینچنین نیت دارم در روزهای نزدیک یک مکتب خردی با نام کلینچک برای جوان دختران دهات که پیش از به شوهر برآمدنشان تمامی از کارهای روزگار زندگی را آموخته سپس به حیات مستقلانه قدم نهانند. این چنین آموختن طعم‌های پختن خوراک‌های ملی، طعم‌های ملی، خورش‌ها، نان پزی، کلچه پزی را به راه مانیم. رحمت. بار دیگر منتداری صمیمی خود را بیان میکنم، مخصوصاً به صاحبکاران، به شهروندان و همه مردم جمهوری تاجیکستان که در روند آمادگی به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فعالانه سهمگزار هستند. سلامت باشین، خوشبخت باشین، آباد باشین تا بازدید. یک جا تشکر. سلامت باشین. من همون موی سفید پیریکار. من محمد میرزا راهبر شرکت اوستا گروه اجازه دهید از نام خودم و کلکتیو شرکت به شما و در سیمای شما با حکومت کشور برای دستگیری همیشگی بخش خصوصی منتداری صمیمانه ابراز کنم. با شرافت سیاست خردمندانه شما روز از روز در کشور فضای صاحب کار و سرمایه‌گذاری بهتر گردیده با جلب سرمایه خارجی داخلی کارخانه‌های موثر بنیاد شده ایستاده‌اند. شرکت اوستا گروه با تأسیس زیاده از 1400 جای کاری فعالیت خود را برای رسیدن به هدف‌های استراتژیک کشور و برای ماندن استحصال محصولات واردات وضع و به صادرات نگرانیده شده توسط استحصال اتوبوس‌های زمانوی، آب‌های مصفای وطنی سیوما، موادهای ترکنده امولسیونی صنعتی، بنیاد کارخانه استحصال قبرهای شیشه پلاستیکی و پیشنهاد یک قطار خدمت‌رسانی و اینوواسیونی از جانب شریکان خارجی داخلی و سرمایه‌گذاری خودی روانه نموده است. از جمله در سمت خدمت‌رسانی اینوواسیونی تشکیلات زیرساختار شرکت انتقال مبلغ‌ها را توسط همیان الکترونی و واردات کارت‌های بانکی از فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان امکان‌پذیر گردانید. محترم جناب عالی، شرکت به نقشه گرفته است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی یکچند لایحه‌های نو را عملی نماید. از جمله در عرفه جشنگیری عید بین‌المللی نوروز در شهر دوشنبه کمبینات استحصال آرد را با اقتدار کارکرد 400 تن گندم و یک جایه با شرکت ارتل جمهوری ازبکستان کارخانه استحصال تکنیک معیشی را از قبیل چنگکشک، آبگرم کنک، تلویزیون و ماشین‌های جمعه‌شویی حسنی آزاد یا برای یخدان شما نمیمونی؟ یخدان حاضر با گفتم که پامیر بخشته یخدان پامیر 170,000 حاضر مرد میخرد یخدان هم وای کردن در کار نمیشه؟ میشه ایشون اوزین چی؟ یا کره جنوبی قطعی مختن در کار کره جنوبی هم وای دارد تکنولوژی هم وای بسیار شرکت ارتلی جمهوری ازبکستان با اونا میکنن ما دیدم در رفته همکاری دارند با کره جنوبی کارخانه مشترک وای کردید میشه
Hamzamon در نیمه دوم سال آینده در ناحیه یوگان بنیاد کمپلکس استحصال و کارکرد گوشت چروا و در شهر ایسار کارخانه استخراج و کارکرد سنگ را به راه ماند. گوشت در یوگان؟ در ناحیه یوگان. چند تن؟ 900 تن سالانه. 900 تن؟ ها. گوه از کجا می‌خری؟ گوه از فکر داریم که از ریسپوبلیک قزاقستان، اوکراین، بلاروسیا و یک 20% دیگر از بازار داخلی خریداری میکنیم. شو کار نمیشه. طلبات از بازار برای گوشت. دایم پرابلم میکنن در شهر دوشنبه. گفتم که حاضر طلبات اهالی هم زیاد شدگی. خیلی جای وایش نیست. این اهالی هم زیاد شدگی. بس سیاح هم بسیار آمد. سیاح قریب 7-8 مرتبه زیادتر. اونا استعمال میکنن که رستوران ها کار میکنن، آشخانه، چایخانه. از خودتون باشد. طلبات با گوشت باید سال به سال زیاد میشه. اهالی مملکت هم زیاد شده ایستاده است. موفقیت. علاوه بر این جناب عالی در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت در ناحیه دنقره کارخانه استحصال و کارکرد گوشت پرنده را عملی نماییم. کایدا؟ کای؟ 21 سال 2021. 2 سال پس چند قدر؟ 5,500 تن. 5,500 تن. باشه. به هم تو سال 4,000 تن دا میبره یوان. بس است. اگر شما 5,000 تن 5,500 تن من یوان این کارخانه بزرگترین است. اینا با کنن 4-5,000 تن 40% ایمپورت مکان میکنید. 40% حاضره. است. مثلا بعد محصولاتی با صفت از لحاظ بی‌خطر جای کار سرچشمه درآمد بودجه‌های شهر نویا وای بشه. تکنولوژی بیاریم وای میکنیم. بیان تو هستم اینجا روبر شرکت. چند قیسی سال کردی تو حاضر؟ نموده. 2300 تن جناب. کم کو؟ تا آخر سال 8,500 تن میگذره جناب. 4,000 گفتم باید است؟ ما فراموش نکردم. بله بله جناب. 4,000 نه؟ 4,000 بود. با 500 تن شو وای کردی؟ نه هم انگارهای ایلواگی که ما توزیع با اطمینان رسیدش به همون خاطر جناب. در وای نگذره که دوجا ما به اینم ترا یاردم کردم. برای دستگیری کردم بکن بازار بگی حسیم شکای میگی حسیم حسیم زمینش جدا شده جناب ولی حتما میگه ها تا حالا زمین جدا نشده از جناب نویا رو داده یاردمش کنید حسیم ما رو وقتش وعده کرده برده بودن که ما کانادسکی وای میکنیم تکنولوژی که زمینی در دنیا است همون رو وارد میکنیم امکانات واسه است زمین پرابلم نیست 4,000 تن دا میرسونی سال اینا دا پایتخت به گوش نمیمونی موفقیت سلامت باشید دیگر چی میکرواتوبوس چی میکرواتوبوس قلاباش تعرضی شده استاده است محترم جناب ولی تا آخری سال ماه نوامبر آغازی استحصال اتوبوس‌های 8 متر سر می شود میکرواتوبوس ماه دکامبر قلاباش به این شغل به تاجیکستان می‌دارد کارخانه ارد کار می‌کنی اولی سال آینده اولی سال کارخانه‌ای که 28 سال کار کرده است ارد دوشنبه خب از چند جای کار میشه قریب 100 جای کار میشه نوهای اینجا در مال ما دستی ما در رقم ها هستن نوهای ارده که نوعی اسام بلند است نوهایی که من همین چی میشه مکرون میشه ای بس 12,000 تن مکرون برشته است 12,000 تن وزیر صنعت که زاکر زاده اینا مکرون ما نخواد که تاجیکان نتونیم بکنه هیچ تکنولوژی نیست هر یک نوعیت مونده ممکنه رئیسای شهر نو هر یک نوعیت اونقدر تکنولوژی بسیار دشوار نیست قیمت هم نیست انا کارخانه اور براره صفتی ارد برارن که وای شود مکرون هم شود خب پیچین هم شود اردی خودش ولی گوشتی خودش آبی خودش باشد بعد سیاه هم بسیار میاد مردم هم رحمت میگه سلامت باشی تشکر
Rahmat. Omad bash. Möhtərəm Əsasgüzar Sulhu Vahdəti Milli, Peşvai Millət. Mən Qosimov Abdurrahman, sohibkar Aşari Gulistani, vilayeti Suğd. کارخانه جدمیم سخا و کمپانی می باشم. پیش از همه برای دستگیری همه جانبتان از نام تمام صاحبکاران ولایت سوق منتداری صمیمی را به شما جناب عالی می رسانم. محترم پیشوای معظم ملت، ما در شهر گلستان کارخانه شیشه براری را به کار درآوردیم. محض با دستور شما مرحله دوم کارگاه را به کار انداخته حالا ظرفهای شیشگی استحصال میکنیم. در پرتو سخنرانی امروزه شما جناب عالی برای استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم. کارگاه نوی کارکرد کاغذ را شروع نماییم و برای 100 نفر کارگر جای نوی کاری تشکیل می نماییم. نیت داریم که تا ماه اپریل سال 2020 آن را به استفاده دهیم. بار دیگر جناب عالی از نام کلی صاحبکاران ولایت سوق برای دستگیریتان اظهار سپاس میگویم. برای توجهتان تشکر جناب عالی. برای کانسر رو برای کانسر جناب عالی. برای آب نمیشه میشه جناب عالی. اون است گروه اینو که کار کنید شرط است از خارج بیاریم. سیامه را از خارج آوردی شدیم. واس چند میلیون میبرید یک سال؟ 6 میلیون. چند؟ 6 میلیون. 6. کم است آخه. کم است 6 میلیون هم کارخانه خودتون دام نمیرسه. میرسه. ولایت با. میخرن هم سات پای میره. میخرد. یک چیز فراموش نکن که 280 میلیون قطعه شرطی هم خیلی وای بود. 30 سال دوره سال 91. 90. حاضر شماره زیاد اهالی در خانه خودش وای میکنن. یعنی اینم طلبات با همون از 2 برابر از طلبات از کارخانه‌های کارکرد میوه سبزیجات اهالی هم بسیار میخرند. اینم با این نوبت که زیاد کرده نمیشد اقتدارش وای کرده بالا برداشت نمیشه. حرکت میکنیم زیاد میکنیم جناب عالی. پیوای که نتونه نباشه یا یک ایلواگی اگه چی بازار داره تپاتیار. وای کرده مداکو. خوب شده جناب عالی. ها؟ میشه کو خوکا خدمات است خدمات وایس. از خودمان. از بیرون نمیاره؟ نه. بله. یا کی اویسا گروه شما مسئله وای کردین و همین یک رفته آموزین یک کارخانه در اینجا هم کنین همین مسئله شیشه براری بانک براردن حقیق هم شیشه های آبی میدرالی هر رازبیرش دیزاینی ناسختی تامین میکنه نه برای صادرات هم برای وای این بسیار بسیار طلباتش زیاد است من در نوعی میمیرود من کارخانه‌ای که اون فیض‌آباد رایون میرم میبینم بازی میوه سبزیجات و کنسرو و وای میکنن یا که محصولات شیری جرگات بعضا در وای میگیرن کو ظرف شیشه گیره میگیرن محصولات شیری هم اینا یک پرابلم حل میشه شرط نیست که ما ایمپورت کنیم آموزه اگر با شرط سرمایه زیادی باید اونقدر با فکر قیمتی بادام نیست آخه از وای کنه وایرات کنه کاغذ از چی میبره؟ کاغذ پاره جناب عالی. کاغذ پاره؟ کارکرد میکنی؟ پیرابط که؟ پیرابط که میکنی. از خوب است. خوب است. رحمتی کلام. یکی ببین مسئله حجمی وایشه کارکرد ببین زیادتر کن. خوب شده جناب عالی. خوبه؟ خوب شده است. دیگر وقتی هم همکاری داشته باشین کارخانه وقتی. خوب شده جناب عالی. سلامت باشین. رحمت. ассалому алейкум асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат ва алейкум ассалом ман соҳибкорзан аз ноҳияи варзо директори ҷдмм умед 1 қурбонова шарифа мо самти асосии фаъолияти корхонаи мо корҳои сохтмониро дар бар мегирад муҳтарам ҷаноби олӣ барои дастгириҳои доимиятон ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ дар кишвари соҳибистиқлоламон арзи сипоси миннатдории худамро баён менамоям дар доираи дастуру супоришҳои шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ба сазовор таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи варзоб як
کارخانه خرد آبهای تشنشکن با تعدادی 15 نفر جای کاری ساخته و استفاده دادم. رحمت. روزهای نزدیک سیخ قنادی با تعدادی 20 نفر جای کاری به استفاده داده می شود. همزمان محترم جناب عالی اقدام پیش نمودم که یک کارخانه کارکردی میوه وابسته به هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی کشور با اقتدار 1 تن کارکردی میوه در یک شبانروز با تعداد 30 نفر جای کاری در سال 2020 ساخته به استفاده می‌دهیم. احسان. محترم جناب عالی، ما صاحبکاران از فارم امروزه که امتیازهای زیاد برای رشد صاحبکاری شرایط فراهم آورده شدند استفاده نموده در پیشرفت کارهای آبادانی بنیادکاری سهم خود را خواهیم گذاشت. باز یک بار دیگر محترم جناب عالی از نام صاحبکار زنها، از نام ساختمانچی زنها عرض و سپاس منتداری خودمان را به شما بیان می نماییم که امروز ما زنها آزادانه کار و فعالیت کرده ایستادیم. تشکر زیاد. احسان. کارمندان چند قدر شکل؟ در کارخانه نوکشودگی قریب 75 نفر میشه. کارخانه‌های دوزندگی را بیشتر کرده مونده کار یاد گیرن اقلا از سر لباس بچگانه سر کرده آساسا بعد و میشه چیزای عادی اگر سر کنیم میشه آساسا بعد دستشون راست میشه با چیزای نو میشه نخیر میبرن هم مدلی‌های چیزای برندایی که واسه از یک چیز سر کرده یعنی که بعد برآمدن اینقدر شهرت‌یاب شدن. آیدی کارهای ایریگاسیونی میکنم، ساحل مستحکم کنی میکنم، پایگاه آبکشی ساز میکنم، موافقی آزمونای تندری. آزمونات اشتراک میکنی؟ اشتراک میکنم. طولی 20 سال شد. 20 سال شد؟ 20 سال شد. در شهر کلوب، ناحیه وسیط، ناحیه اشت. بابا جان غفور در شهر چکل 11 کیلومتر خبرهای نو پلیکلینیک آب گذراندم رفته دیده جناب عالی. احسان آفرین. بعد میگه در شهر کانی بادام 13 کیلومتر کانال کلان فرغانه بتون پوشی کردم. ای غیرت اند در رحمت. غیرت بله نه هر یک مرد خیلی غیرت دل گرده داره. حالا حاضر 7 کیلومتر در ناحیه وسیع در شوبیکا و لرخابی ساحل مستحکم کنی کار ایستادم. احسان. سلامت باشید. خسته نباشید. موفقیت. تشکر جناب. سلامت باشید. سلامت. احسان. 82 انا همین سبق برای ما شما است. با میگم هیچگاه در زندگی رو افتاده نشوید. هیچگاه. این اول. دوم زندگی را همین خیلی نگذرانید. با یک خوردن و آمدن و رفتن نه. کار کردن مانده کار هر یک قدم مای شما ذره هم باشد سهم خود را برای رشد پیشرفت دولت و وطن عزیز محبوبمان گذاریم. یک کاری خیر، یک کاری نیک، یک ملک آباد به نسل‌های آینده میراث مانیم. من باوری کامل دارم که بعد این نام هر کدام شما عصرهای عصر با حرفهای زرین نوشته می شود. مردم فراموش نمی کند. یک جا تشکر.